تکبر داشته باشه، خودشو بر دیگران برتر بدانه، بر خودش بنازه، فخر فروش باشه، فهو فی نفسه کبیر، به نظر خودش، به زعم خودش آدم کبیری هست، آدم بزرگی هست، داره عزت هست، مقام هست، اما وهو عند الله حقیر، نزد الله متعال چی هست؟ حقیر هست. این نزد الله تعالی هیچ مقامی نداره، این حقیر هست، پست هست. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم تفسیر کردن آیه رو، من تواضع لله رفعه الله، کسی که متواضع هست، فروتن هست، خودشو بر دیگران برتر نمیدونه، رفعه الله، الله متعال رفعت میده، عزت میده، بهش مقام میده، جایگاهش نزد الله متعال جایگاه بلندی هست.